دستگاهی که در تصویر مشاهده می‌کنید رطوبت‌ساز 48 پیزو ساخت مجموعه پارس‌صنعت هست. این رطوبت‌ساز بزرگترین دستگاه تولیدی این مجموعه هست که با ظرفیت دبی خروجی 16 لیتر در ساعت کار میکنه. در ادامه ویدیو نکاتی که در نگهداری دستگاه باید رعایت بکنید رو خدمت شما عرض میکنم. مهمترین نکته‌ای که در راه اندازی رطوبت‌سازهای 48 پیزو باید بهش توجه بکنید اتصال صحیح و کامل کانکتور ترانس به بدنه دستگاه هست. همونطور که مشاهده میکنید این اتصال باید صحیح و کامل برقرار بشه. اگر کانکتور نصف جا بخوره ما توی اون نقطه افزایش جریان خواهیم داشت که باعث ذوب شدن پلاستیک کانکتور و خراب شدن و از بین رفتن اون میشه. مورد دوم تراز بودن دستگاه در محل جانمایی اون توی سالن هامونه. رطوبت‌ساز 48 پیزو دارای 4 سنسور ارتفاع آب هست. اگر دستگاه ما تراز نباشه امکان داره ما با قطعی مدار در حین راه اندازی اون مواجه بشیم. مثل بقیه رطوبت‌سازها این دستگاه رو هم بیرون از سالنتون جانمایی بکنید. همینطور برای قطع و وصل مدار حتما از سنسورهای کنترل رطوبت و اتصال اونها به برد روی بدنه دستگاه استفاده بکنید. مدار ارت در تمام دستگاه‌های صنعتی پارس‌صنعت تعبیه شده و پیشنهاد می‌کنیم که حتما از اون استفاده بکنید. همینطور به صورت دوره‌ای حداقل هر 15 روز یک بار با قلموی نرم پیزوهای دستگاه رو نظافت بکنید. ممنون که با من همراه بودید. برای سفارش دستگاه از طریق سایت پارس‌صنعت یا شماره‌های تماس موجود میتونید با کارشناسان مجموعه در تماس باشید.